بعد دیگه چشمند ببند و راهی ابی. شما 6 ماه در زندان انفرادی نگه داشتن. بله. و مجموعاً 9 ماه شما در زندان بودید تو اون موقع. چی می‌خواستن از شما؟ والا تمام تصورشون این بودش که ما فریکی داریم کار میکنیم، روی برنامه ریزی داریم کار میکنیم. حساب بانکی منو چک کردن، دیدم پس حساب بانکی پولی نیست، پس پولا یه جایی داره خرج میشه. با کی روابط داری، با چه کتابایی خوندی، و تمام سوال جواب هایی که متداول دیگه همین کماکان اون سبک ادامه داره. البته شما میگید که به هر حال هیچ وقت به اصطلاح شکنجه فیزیکیش نکردن شما رو، ولی شکنجه روانی خیلی بدی بود برای شما از هر نظر. یک صحنه هم صحنه اعدام برای شما تشریف بردن. بله دقیقاً. شبانه ساعت 12:02 بود اومدم چشم بسته که حکم روز 7م 8م این مسئله گرفتنم بودش که چشم بسته میبرن. سربازا مثل این که دیالوگ‌های مشخصی رو بحثی با من میخوام بزنم تو مغزش، که نه من میزنم توی گلوش. همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و یه نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سر صداها مثل فضای کله من میپیچیدن چی داره کجا چی کار دارم میکنن. بعد نه امشب گذشتن تلفن زده شده از بالا، تلفن زدن که فعلا دست نگه داری. این بزرگترین شکنجه هایی بودش که اونجا روحی روانی به هر حال آزادتون کردن. منتها بعدش شما اولین ترانه‌ای که بعد از آزادی زندان بود ترانه مترسک بود خوندن.